خواندن انسانساز است شعار امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب ونزوئلاست. هزاران جلد کتاب و مقاله با موضوعات مختلف برای عرضه به علاقه‌مندان فرهنگ و ادبیات و هنر در نمایشگاه امسال در کاراکاس گردآوری شدند. در مراسم افتتاحیه رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به جایگاه علم و قلم از کتاب به عنوان سلاح بسیار قدرتمند در برابر ظلم و جهالت نام برد. نیکولاس مادورو در ادامه به اقدامات گذشته و اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: رژیم اسرائیل و نتانیاهو همواره مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری شده و می‌شوند. صهیونیسم دوره ما گوی سبقت در تجاوز و قتل عام را از نازیسم رو بوده است. رونمایی از کتاب خاطرات سفر من به ایران نوشته رامون لوپز مارتینز یکی از برنامه‌های جانبی افتتاح نمایشگاه کتاب بود. این نویسنده معروف آمریکایی لاتین با بهره‌گیری از تجارب سفر خود به ایران و اطلاعات رسمی عمومی به بررسی 10 سفر دیپلماتیک رئیس جمهور هوگو چاوز به جمهوری اسلامی ایران بین سالهای 2000 تا 2010 پرداخته و آن را در قالب یک کتاب گردآوری و منتشر کرده است. گفتگوهای صمیمی، مشورت‌های رهبران دو کشور و همکاری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و استراتژیک در زمانهای دشوار نشانه دوستی عمیق ایران و ونزوئلاست. در این کتاب همچنین از روحیات و روابط بسیار زیاد مردم ایران نوشتم، مردمی که همزمان در مشکلات هم تکیهگاه یکدیگر هستند و اتحادی محکم دارند. دیدار چاوز با رهبر ایران را در اخبار دیده بودم. میخواهم در این باره بیشتر بدانم. رویدادها و اتفاقات ایران رو دنبال میکنم و با مطالعه این کتاب میتونم اطلاعاتم رو درباره کشور دوست یعنی ایران بیشتر کنم. علاوه بر صدها ناشر داخلی، فعالان حوزه کتاب از سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هم در این رویداد فرهنگی شرکت دارند. هادی گاینی، 21 نمایشگاه بین‌المللی کتاب ونزوئلا، کاراکاس.